وقتی که انسان را الله پیدا می کند به ملائکه اخبار می کند اینی جاعل فی الارض خلیفه، و ملائکه پیام را می گیرد که الله متعال یک مخلوق را به عنوان بشر در روی زمین جای می دهد. این مخلوق هدف چی دارد؟ غایش چی است؟ تصور ملائکه امیست که هر مخلوقی که پیدا می شود و ما من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، امی ذکر و تقدیس و تحمید و تهلیل امی هدف و مقصود باشد. ملائکه مداخله می کند، می گوید که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. بر اله امی تحمید و تکبیر و تسبیح و پاکیت را ما بیان میکنیم. بنان برای انسان چی ضرورت است که آفرینش پیدا میکند و در آفرینشش باز جنگ میکند، قتال میکند، خون میریزاند، کشمکش میکند؟ در این چی فایده است؟ رب ما جمله سربسته را میگوید اینی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم آنچه که شما نمیدانید. یعنی چی؟ یعنی من این را میدانم که من دارای صفاتی هستم، من دارای صفاتی هستم و یک سلسله صفاتی بجز در مخلوقی که صاحب اراده باشد، صاحب تصمیم باشد، بدون از این مخلوق تبارز داده نمی شود، تبلور پیدا نمی کند، جنبه عملیش مفقود می باشد. به طور مثال الله غفور است، می بخشد. پس یک کسی اراده و اختیار از این را داشته باشد که گناه بکند و هنگامی که گناه می کند علم و فهمش او را به خطایش متوجه می کند. وقتی که خطای خود را شناخت طلب استغفار می کند، مورد بخشش قرار می گیرد و صفت غفوریت رب العالمین تبارز پیدا می کند. پس یک مخلوق باید باشد که به اراده خود غلطی کند، بعد به اراده خود برگردد. در این برگشت صفات رب العالمین تحقق عملی پیدا می کند. یک گروه غلطی می کند و می کند، بعد می بینیم که پروردگار عظیم برش مهلت می دهد. هر قدر که برش مهلت می دهد صفت حلم رب العالمین که الله حلیم است، بردبار است، او تحقق پیدا می کند. یگان بار می بینیم که امی انسان به اراده چنان غلطی فاحش می کند که هدف و مقصود را گم می کند. می بینیم که صفت قهاریت خداوند متعال تبلور عملی پیدا می کند و اینها را در دنیا مورد عقاب و عذاب قرار می دهد. پس این انسان، این مخلوق هم جنبه مادی دارد و هم جنبه روحانی دارد. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خوب و بد را ما برش نشان دادیم برای از این که بهتر بفهمد، هدایت را نصیبش کردیم. در این هدایت یک تعداد مخلوق و روح همراه شریک است، مثلا هدایت فطرت. هر طفلی که به دنیا می آید چشمش پت است، از دستش کار گرفته نمی تاند، از گوشش کار گرفته نمی تاند،
ولی میداند که شیر را چطور بچشد. مرحله سپری میکند، به هدایت حواس میایم. باز به دست چیزی را میگیرد، آواز برش بکنی، طرفت سعی میکند. میبینیم که این دوم مرحله میشه. بعد از یک مرحله به مرحله دیگه میرسد که هدایت عقل است. خوب و بد را تمیز میکند، چقری را میفهمد، نمیخواد ضرر بر خود برساند. عقل در شگوفایی پیش میره. هرگاه توأم با علم شود میبینیم که جایگاهش بالا و بالا شده میرود. وقتی که بالا و بالا شده میرود، در بعض چیزا بند میماند. قد نمیتواند، عقل نمیدهد قد بدهد، نمیتواند که مشکل را حل. یک گراف بسیار بلندی در تمثیل اهرام برات میدهد، قمه بسیار بلند را برات مشخص میکند که ای انسان تو باید اونو جا باشی. فعلا خب بسیار پایین هستی، نو به دنیا آمدی، نو گپ فهمیدی، ولی جایگاه تو اونو جاست. چه رقم جایگاه هست؟ میگه اگر این جایگاه را میخوایی به دست بیاری، باید فهمت بالا ببری، جهلت به علم باید تبدیل بکنی. با مجردی که قدم میمانی به طرف فهم، عظمت شأن تو از امیجا شروع میشود. بزرگی مقام تو چه وقت شروع میشود؟ انگامی که قدم برای فهم و برای علم بگذاری. بعد ایره رسول علیه السلام یک مثال میده: ان الملائکه لتدع اجنحتها رضا لطالب العلم. میگه ملائکه الله بالهای خود را فرش میکند برای از اینکه طالب علم به آنچه که خدا با او راضی میشود با او راضی شده است. او چی است؟ ای که انسان جایگاه خود را حفظ بکند، برود به طرف بلند و بلند شدن، عظمت قضیه را باید درک بکند. پس علمی که در اینجا مطرح می شود همانم به معنای شناخت است، معرفت است. قدم که به طرف معرفت گذاشتی، تو با گرفتن یک موضوع علمی او نفر دیروز نیستی، تغییر شخصیت میکنی. علم که بیاید، در حقیقت شما پیسه‌دار میشین، جیبایتان غنی میشود. و اصل غنای قلب است، غنای معرفت است. وقتی که غنی شدی، بعد با او چیزی که داری با او راضی نمی باشی، باز تغییر را میخوای. اگر غنی پیسه شوی، میفهمی چی میخوای؟ میگه این خانه را باید بیران بکنم، از سر یک خانه را جور کنم. باز با مقتضای جیبت به انجینرها میگی به ما دیزاین بده. هر قدر که پیسه داری، به مقتضای غنایت نقشه را میسازی. به مقتضای جیبت در بازار میری، سر فرش بحث میکنی، سر ظروفت بحث میکنی. بعد هر قدر که مغزت دارای علم بود، باز اهدافت اما تو بلند و بلند شده می رود. توسط علمت که داری، بسا چیزایی که تو مجهول بود پیش تو، نامعلوم بود به تو، او را پیدا می کنی. روز به روز اهدافت تغییر می خورد، شخصیت تغییر می خورد، می خواهی چیزای خوب و خوبتر را به دست بیاری. بعد یگان روز محاسبه می کنی که من دیروز چی را می خواستم،
و اکنون چی میخوایم. خودت پیش رو خود میگذاری، سر خود یگان بار خنده خود کردی و بیچارگی خود میفهمی که ما دیروز این تو یک چیز میخواستم و چقدر بد بود، بسیار بسیار خرد بود. باور بکنین سر خود خنده خود کردین. ما باور دارم که یگان بار او را به کسی گفتم نمیتونین که خود تبسم خود کردی که من سر چی فکر میکردم. پس به حسب اهدافتان همون تو یک قمه بلند تعیین میکنه دین، نقطه بالا را برات تعیین میکند، میگه اصل تو اونو نفر هستی. چه رقم نفر هستی؟ کسی که ملائکه به تو سجده کرده بود. دقیق شده؟ تو کی هستی؟ کسی که دروازه های جنت برای خود باز بود. تو کی هستی؟ که بزرگترین امانتی که مخلوقات بزرگ از حمل از او میترسیدن، او را میتونستن که او را حمل بکند، ولی تو با این قدرت بزرگت او را حمل کردی. میفهمی چی هستی؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. تو یک مخلوق هستی. کوه، آسمان ها، زمین نمیتونست بردارشه، چون بلند هستی تو برداشتشه.